یه مقداری پول نقد که داشتیم اونو برداشتیم و مجبور شدیم که کشور رو ترک بکنیم. خب ما دوست نداشتیم که کشورمون رو ترک بکنیم ولی مجبور شدیم، چاره دیگه ای نبود. علوم پزشکی خودش منو اخراج کرد. حتی قبل از صدور حکم تمام 18 سال سابقه کاری منو نادیده گرفتن و منو به خاطر ایمان به عیسی مسیح اخراج کردن. یه روز گرم خیلی تابستونی ساعت 6:30 صبح بود که دیدیم در رو میزنن و ازشون خواهش کردم که اجازه بدن کسی رو پیدا کنم که بتونن بچه‌مو بهشون بسپارم، ولی قبول نکردن. نگران بودم و همش دعا میکردم و میگفتم که خدایا، عیسی مسیح تو این بچه رو به من دادی و تو خودت این بچه رو برای من محافظت کن و این بچه رو به من برگردون. الان توی جایی که هستیم خب هنوز به اون شرایط استیبل نرسیدیم و توی شرایط خیلی سختی هستیم، ولی خب از این که خداوند داره به عنوان یه مادر، یه همسر توی این شرایط سخت از من استفاده میکنه و من میتونم که به زنهای دیگری که اونا هم توی شرایط سخت هستن مثل من خدمت کنم و بهشون کمک کنم. خیلی خوشحالم و احساس میکنم که آدم بی استفاده ای نیستم در این شرایط، که خدا داره از من استفاده میکنه از این طریق که بتونم اون به زنهایی که قلباشون شکسته و هویتشون رو جمهوری اسلامی پایمال کرده بتونم کمک کنم.